تا حالا برات پیش اومده بعد کلاس یوگا یا یه مدیتیشن عمیق یه دفعه بی دلیل گریه کنی، ناراحت و بیقرار بشی؟ یه خاطره قدیمی و فراموش شده رو دوباره به یاد بیاری یا حتی احساس خشم کنی؟ اگه این اتفاقات برات افتاد نگران نشو. اینها یعنی بدنت داره سمزدایی احساسی میکنه. یعنی چی؟ بذار دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. وقتی احساسات منفی و خاطرات تلخ رو سرکوب میکنیم، تو بدن ما انباشته میشن و به شکل درد و گرفتگی خودشون رو نشون میدن. مثلا خشم معمولا تو گردن و شانه ها و فک گیر میکنه. غم و اندوه توی قفسه سینه سنگینی میکنه. ترس توی معده و شکم ما رو اذیت میکنه و باعث مشکلات گوارشی میشه. احساس گناه و شرم هم باعث گرفتگی تو پایین کمر و لگن میشه. این تأثیرات به دلیل ارتباط بین ذهن و جسمه. وقتی احساسات سرکوب میشن، بدن به شکل علائم فیزیکی هشدار میده. مدیتیشن با افزایش آگاهی نسبت به احساسات و افکار به ما کمک میکنه بدون قضاوت از اونها آگاه بشیم و اجازه بدیم رها بشن. این کار تنش ذهنی رو کاهش داده و آرامش عصبی ایجاد میکنه. یوگا هم با حرکات کششی و تنفس عمیق گرفتگی عضلات رو باز میکنه و جریان انرژی بدن رو بهبود میده. این باعث میشه تنش‌های ناشی از احساسات سرکوب شده به تدریج آزاد بشن. مدیتیشن و یوگا باعث کاهش هورمون‌های استرس و افزایش هورمون‌های آرامش میشه که به بهبود کلی سلامت جسم و روان کمک میکنه. فراموش نکنی چیزی که به ما صدمه میزنه احساس ترس و خشم و اندوه و گناه یا مانند اینها نیست. چیزی که به ما صدمه میزنه سرکوب این احساساته. با تمرین منظم مدیتیشن و یوگا میشه هم احساسات رو سالمتر پردازش کرد، هم دردها و گرفتگی‌های جسمی ناشی از اونها رو کاهش داد و به سلامت واقعی دست پیدا کرد. به خودتون زمان بدین.